مظلوم میتواند اوکراین باشد، این ملت مظلوم میتواند ملت مظلوم سوریه باشد که واقعا برای آزادی و استقلالیت خودش برای رهایی از یک دیکتاتور مبارزه بردن، شهید دادن و چقدر عذاب کشیدن و امروز مبارزه خودشون رو دوام داده ایستادن و اگر به این ملت‌های مظلوم دیگر راه نیست میخواهند کمک کنند، من 100% در پهلوی آنها خواهم بود و از این حرکت آنها پشتیبانی میکنم به یک شرط، به شرط آنکه به هیئت گروه‌های واقعا هم تروریستی که هیچ ربطی به اسلام ندارند به آنها شامل نشوند مثل داعش، اما یک گروه مبارز، یک گروه سیاسی اسلامی یا گروه سیاسی مبارز دموکراتی ملی که مثلا روسیه اونها رو تروریست میگه، حکومت تاجیکستان تروریست میگه، حکومت بشار اسد اونها رو تروریست میگه، این معنی ندارد که تروریست است.